حضرت نصفی رحمت الله علیه یک نقل است که میگوید یک آدم نیکوکار و آدم پرهیزگار بود که به حج رفت. بعد از اینکه به پشتی عرفات رفتن، از اونجا برگشت، کمربندش میماند، کمربندی که در اون کمربند پولهایش وجود دارد. وقتی که خوب می آید بیادش می آید که کمربند من در اون قسمت مانده، دوباره باز می گردد که می رد کمربند خود را بردارد، می بیند که در اونجا خنزیرها و بسیار بلاهای گوناگون است و این می ترسد، می خواهد که فرار کند. می بیند از داخل اونها صدای می شد که بنده خدا فرار نکن، ما کسانی نیستیم که شما را به هلاکت برسانیم، بلکه ما گناهان حاجی صاحبایی که آمدن در وجودشان گناه بود، گناهایشان اینجا ریخته، ما همون گناهانشان هستیم. میگه من رفتم کمربند خود را برداشتم، بسیار با تعجب برگشتم. عزیزان من، این فضل کرم الله جل جلاله است که وقتی که ما و شما با این معصیت به سوی خانه الله جل جلاله می رویم، الله جل جلاله گناهان ما و شما را نابود می سازد.